به خواهران عزیزم السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. یکی از ویژگی های زندگی در دنیا همین است که زندگی سختی داره، یا خواسته یا ناخواسته. در زندگی انسان یک سلسله مشکلات و سختی ها و مصائب و مصیبت ها پیش می آید. اما هر زمانی که با سختی روبرو شدی، با مشکلی در زندگی برخوردی، این 5 کار فراموش نکن. اولی که هر وقتی برایت یک مصیبتی رسید، سختی پیش آمد، مشکلات پیش آمد در زندگیت، یک دفعه به قرآن مراجعه کن، ببین قرآن چی میگه. الله سبحانه و تعالی میفرماید انه علیم بذات الصدور. خداوند ذاتی است که حتی از دلها میداند آنچه که در دلها میگذرد. یعنی به این معنا این سختی و مصیبتی که برای تو پیش آمده، الله از غافل نیست. الله سبحانه و تعالی حالت تو را درک میکند، میبیند و او لطف داره به بندگانش. لطیف بعبادی، خیلی مهربان برای بندهایش. و در جای دیگری میفرماید الله سبحانه و تعالی فإن مع العسر یسر. به یاد داشته باش که همراه نمی سختی آسانی وجود داره. پشت سر نمی سختی آسانی ها در انتظارت است. پس نباید در سختی که پیش آمده، مصیبتی که پیش آمده، مشکلی که پیش آمده خودت بوازی. خیلی از افراد و مجرد بروز مشکلات شخصیتشان را میبازن، یا دست به خودکشی میزنن، یا به اصطلاح دست به جنایت دیگری میزنن، یا اصلا کارهایی را انجام میدن که مشکلات را برایشان چند برابر میسازن. یعنی سختی های پیش آمده را خودشان اضافه میکنن. این یک نکته. پس هر وقت مشکلی برایت پیش آمد، بدان که الله سبحانه و تعالی از حالت غافل نیست و خداوند از وضعیتت آگاه است و همراه این سختی ها آسانی وجود داره. وقتی که خداوند از حالت آگاه است، دیگه جایی برای تشویش نیست. دوم، هر وقتی که برای سختی و مشکلات پیش آمد، کوشش کن که صابر و با استقامت باشی. زندگی دار امتحان است، یا خواسته یا ناخواسته برایت پیش می آید، یا به سطح بزرگتر یا کوچکتر. یا این مشکلات مالی هست یا جانی هست، یا مصیبت است، فقر است، مریضی هست، مسافرت است، غربت است، بد اخلاقی، جنجال در زندگی، هر نوعش که هست. اگر سختی نباشه، اگر مشکلاتی نباشه، صبر معنایی ندارد. و یکی از جمله گروهایی که الله سبحانه و تعالی میگه در روز قیامت اجرش بدون حساب است، او صابر است. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجرش بدون حساب و کتاب است. پس در هر حالت زندگی اگر انسان مؤمن صابر و ثابت قدم باشد، برایش عبادت محسوب میشه، اجر میگیره از جانب الله. اگر در برابر بداخلاقی های همسرید، شوهرید، در برابر بی اولادی، در برابر فقر، در برابر مریضی، در برابر غربت، در برابر به اصطلاح از دست دادن عزیزی، در برابر مشکلات صبر میکنی، استقامت میکنی، مطمئن باش که تو از اجر بسیار عظیمی برخوردار هستی. پس هر وقت با مصائبه و مشکلات روبرو شدی، به یاد صبر و استقامت بیفت. این دومین کاری که میکنی. خودت از این اجر و پاداش محروم نساز. سوم، هر وقتی که با مشکلات روبرو شدی و با سختی ها در زندگی روبرو شدی، توکل بر الله بکن و در کنارش دعا بکن که خداوند مشکلات را برطرف بگرداند. وقتی مسلمان یک تکیهگاهی دارد که الله سبحانه و تعالی هست، و من یتوکل علی الله فهو حسبه الیس الله بکاف عبده. آیا الله کفایت نمیکنه برای بندش؟ کسی که به الله توکل میکند، الله برای کافی است در همه موارد. وقتی تو در اوج سختی و تنگنا برای خالق توکل میکنی که پروردگارا جز تو هیچ کسی دیگری به داد و فریادم نمیرسد، فقط از تو میخواهم و امیدوار هستم که این مشکلات رو برطرف کنی، و در این حال دعا میکنی برای برطرف شدن این مشکلات، مطمئن باش که به زودی دروازه های فتح و پیروزی در پیش رویت باز میشه.
و تو از این حالت و از این وضعیت نجات پیدا میکنی. بعد از توکل به دعا از تمام ابزار و وسایل برای برطرف شدن مشکلات استفاده میکنی. توکل به این معنا نیست که تو دست از همه چیز برداری بگی والله من به خدا توکل کردم. نه، به این معنا که تو از تمام ابزار و وسایل در عالم اسباب و در عالم امکانات استفاده میکنی برای حل مشکلت و نتیجهش به الله میگذاری که چی میشه. توکل یعنی تلاشت انجام دادن، مسئولیتت انجام دادن و نتیجه را با الله تبارک و تعالی گذاشتن که از جانب الله چی فیصله میشه. یعنی شبیه این که تو به اصطلاح در وقت پارچه نمره رو به دستت میدن، پارچه سوالات، تو تلاشت میکنی که سوالات رو حل بکنی. نمره دادن رو با استاد میگذاری که هرچی استاد برات نمره داد. یعنی تو درس خواندی، در درس غیر حاضری نکردی، به اصطلاح تلاشت کردی، در روز امتحان آمدی، حضور پیدا کردی، پارچه رو گرفتی، تمام سوالات رو به نظر به تواناییت حل کردی. حالا منتظر نتیجه نمره از طرف اداره هستی یا استاد هستی. عین قضیه. یعنی تو از تمام ابزار و اسباب و وسایل استفاده میکنی برای برطرف کردن ضرورتت و نتیجهش به الله میگذاری. این معنای واقعی توکل است. ما خیلی از مشکلات ما در عالم اسباب قابل حله، اما بسیاری ها نمیدانن. میگه والله من به خدا توکل کردم. و طور مثال طرف پول داره، پول وجود داره، شفاخانه وجود داره، بهترین دکتر وجود داره، طرف مریض است و دکتر مراجعه نمیکنه. میگه الله خودش میدانه، الله مرا شفا بده. ببین عزیزی برادر، تو از پولید، وقتید، وسایل استفاده بکن، زحمت بکش، به دکتر مراجعه بکن، دوایت بگیر، معاناتت تکمیل کن، حالا منتظر نتیجه صحتمندی از جانب الله باش. دکتر هم بدون اذن اجازه الله نمیتونه برای کسی شفا بده. دوا هم بدون اذن اجازه الله مفید واقع شده نمیتونه. معنای توکل یعنی این. پس در مرحله چهارم وقتی با مشکلی برخوردی از تمام ابزار و وسایل برای رفع مشکلت استفاده بکن. پیغمبر با وجودی که قوی ترین انسان در عرصه توکل بود، یعنی هیچ کسی از پیامبر توکل قوی تر به خدا نداشت، اما زمانی که در جنگ قرار میگیره، در یک موقع خطر قرار میگیره، از تمام ابزار و اسباب برای دفاعش استفاده میکنه، برای محافظتش استفاده میکنه. و پنجمین نکته، هرگاه